رقمیشو شما اصلا نمیتونین تشخیص بدین. چرا؟ چون این هسته هلو بوده. هلو آلبرتا رو ما هسته‌شو کاشتیم، این هلوی به این خوبی رو به ما داده. جالب اینجاست که هلوش بعضی وقتا یه دنبی داره، یه باکسی داره. ببین یه هلوی فوق‌العاده درشت و خیلی هم سفت و خوش بافته، بافتش خیلی سفته، ولی خب الان بعد که میرسه خیلی نرم میشه. یک درخت سالم با کلی بار. میبینید همین هسته هایی که تو باغاتون در میاد، اگه هلوه بذاریم بیاد بالا، نکنیم بندازینش اون طرف. اگه هلوه بذاریم بیاد بالا، یه همسی هلوی بدون میده. به اینا قلشایی نیستا، فکر نکنن قلشایی هستا، نه اینا ما هسته بوده کاشتیم.